توجیکان مقیم وادی سوات پاکستان سازمانی را با نام تشکیلات مردم سوات و یک صفحه ویژه فیسبوک با نام جنبش قومی تاجیک را تأسیس دادند تا از حقوق خود دفاع نمایند و حق نوشتن شهروندی خود را در اسناد رسمی تاجیکی پیدا کنند. آنها میگویند تاجیک هستند اما در حجتها آنها را پشتون می نویسند. تاجیکان کهن‌ترین قوم پاکستان هستند که اکثر آنها در وادی سوات به سر میبرند و خود را سواتی یا تاجیک مینامند. به گفته رهبر این سازمان نور حبیب سواتی، سازمان مردمی سوات خدمت به مردم تاجیک پاکستان است و تلاش میکند که حقیقت تاریخی درباره این افراد را تایید کند. این تلاشات از جمله میکوشد که انعکاس آنها در اسناد و حجتهای رسمی تاجیک نوشته شود، نه پشتون. تاجیکان پاکستان حالا در اسناد خود پشتون نوشته می شوند. نوری حبیب سواتی در صحبت اخیرش به رادیوی آسیای مرکزی در کابل گفت سواتیان در تصنیفات قومی و حجتهای رسمی و اموری پشتونی‌های پاکستان ثبت نام شدند که ظلم تاریخی است و قابل قبول نیست. تاجیکان سوات تاریخ، رسم و آیین و طرز زندگی خود را دارند و در پهلوی تاجیکان افغانستان، ایران، ازبکستان، چین و تاجیکستان خود را فارسی فرهنگ ایرانی می‌دانند. نوری حبیب سواتی میگوید متاسفانه اکثر تاجیکان پاکستان زبان خود را فراموش کردند و به پشتی و اردو گپ میزنند. سازمان مردمی سوات سازمان جوانی تاجیکان را با نام رستمدر تأسیس داده است که بخشی از آن تعلیم زبان تاجیکی به مردم است. نوری حبیب سواتی اصرار داشته است که برای این آموزگاران تاجیکی را جلب کرده در صورت ضرورت آموزگاران را از کشورهای فارسی زبان دعوت میکنند. رهبر سازمان سواتی تعداد تاجیکان این منطقه را به 800,000 نفر ارزیابی کرده گفته است که سازمان‌های آنها میخواهند در آینده تاجیکان مقیم پیشاور و دیگر ولایت‌های پاکستان را به جنبش خود معین کنی تاجیکان پاکستان جلب کنند. اما او افزود تاجیکان پاکستان خود را بخشی از مردم پاکستان میدانند، کشور خود را دوست می‌دارند و میخواهند در رشد پاکستان سهم گذارند. رسما اکثریت کل تاجیکان پاکستان در اسناد آماری و شهادتنامه پشتون ثبت نام شدند. در وادی‌های گجال، اشقمان و یاسین در منطقه گلگت بلوچستان شمال پاکستان و همچنین منطقه چترال مکان مهم تاجیکان پامیری معروف به مردم وخی هستند که با زبان‌های وخی گپ میزنند. منطقه دیگری که شماره زیاد تاجیکان بومی پاکستان زندگی میکنند وادی سوات پاکستان است که خود را سواتی یا تاجیک مینامند. در سالهای آخر بجز از زادگان پاکستان مهاجران تاجیک از کشورهای دیگر از جمله از افغانستان، تاجیکستان و چین به پاکستان مهاجرت کردند. طبق آمار رسمی پاکستان در سال 2005 دست کم 7.3% کل افغانهای مقیم پاکستان یا تقریبا 221,000 نفر را تاجیکان تشکیل میدهند. برخی از تاجیکان پاکستانی مهاجر شینجان خطای هستند که در شمال پاکستان مسکن گرفتند. در زمان جنگ داخلی تعدادی از شهروندان تاجیکستان نیز به پاکستان مهاجرت کردند.